فرمون چی دادن؟ زندگی حضرت پیغمبرم. آفرین دخترم. اکای ثروتم در کجاست؟ نمیدونم مادر جان. ثروت کجا شد؟ اگر یکون به عقلی کند مادر جان. نه دخترم، انشاءالله نمی کند. با فکر من با او جدی گپ زدن لازم که این رفتارش خوب نیست. راست میگی یعقوب. زبانم رو میبریدم و با او گپی سخت نمیگفتم. همش برای پدرش. به پدری رو تحمل نکرد پسرم. الو ینگه صدیقه در خانه شماست؟ خیریت. آخر او به پدرش نفرت دارد. چرا با اون چه رفته باشد؟ شوز فهمیدم. غم نخور دخترم، ثروت در همینجاست. خیر انا گفتم اکنون غم نمیخورند. باشی با آشخانه در اومده نشسته خور، راست ایستاده خوردن گناه است. گرسنه‌ام صدقه، گرسنه‌ام. چشمت گرسنه است، چشمت. صدقه. همه جا رو پوری نان ریزه کرد. این چلوده. ثروت جان، بابایت را یاد کردم تاری. من هم تو را یاد کردم. تو نبیره من تو را من بابایم رسانم و تو طرز پول کار کردن را یاد میدیم. زمان پول است. چخلی که میگویند پول باشد در جنگل شربا می شود. پول داشته باشی تو را حرمت می کنند. پول کس را با قوت می کند. باشی سری کودک را گرنگ نکن. باشی هوشی او را نبر. تو کردن نشو. وای نبیره من است. من با او زندگی را می آموزم. دیدم چخل به پسرت آموزاندی، آیلش را ویران کرد. صدقه. چی شد؟ تو را مثل خودم میکنم ثروت جان. من بر این مرد خوشحال میشوی. کسی از تو پول پرسد گوی که ندارم، اصلا پول نپرسید. او فهمیدی؟ از کدام کار بوی پول آید؟ تو در همانجا باش. در کجایی که پول را دیدی، در کجای پول را دیدی گیر چخلی که میگویم پول به پولی از همه دردی کلام. اینجا بیا جانی من، شیرین نکی من. با گپ های بابایت گوش نکن، فهمیدی پسرم؟ مادر جون شما شنید؟ من نگاه میکنم. آمدم جونکم آمدم. ثروت پسرم. ثروت انا این رو کلی میگویند. شام بخیر اکای امید. شام بخیر. برای من باید یک حجت میگذاشتند. آها بله. تشکری زیاد. سلامت باشید. خداحافظ. چی شد فکرت؟ چی میخوای؟ خوب استی جونکم؟ فکرت گپ زن؟ نه نمیشود. مرا ببخش. فکرت چیکار کردی تو؟
تو از حد گذراندی عمر. بیزار شدم. این چه روز بود؟ کلین را دیدی؟ ترا دلت سیاه هست. دلت نگاه کن، فرشته بر این کلین است. تو همه وقت او رو گناهگار میکنی. من فهمیدم دل کلینم صاف است، از تو سیاه. تو نباید زنده مانی. نباید. وگرنه نقشه های مرا برباد میدی. دیگر صد راهی من نمیشوی. باید بمیری. باید. سرور تو در اینجا چیکار میکنی پسرم؟ وای بیبی، بازیچه های کومه در اینجا بودند، اونها رو میکفتن. میلش پسرم میلش، همین که بازیچه هایت رو یافتی بعد بیام. فهمیدم بیبی. در کجا باشد؟ بسن است. چقدر من رو عذاب میدی. اگر تو این رفتار کنی من تو رو تنها چقدر میکنم. من خودم تنها نشستم مادر. پول را که دیدی حتما گیر. پول اپا چی شد؟ هیچ چیز، همین خیلی نگاه میکنم. اپا کی رو فکر کرده ایستاده ای؟ عمر رو. نخود اپا جان. او امروز به نزدم در اومده بود. میدونی با من چی گفت؟ تیمور قاتل است. اکای عمر گفته باشن پس راست است. تو نگذرون سیده. اکای عمر هیچ گوه دروغ نمیگوید. تو امروز یگان گپی دروغ او را ندیده ایم. چقدر از یکدیگر پنهان کنید هم یکدیگر را دوست می‌دارید. دوست داشته و دوست داشته دروغ میگوید مگر؟ با فکر من باید به او باور کنید. لیکن بگوی سیده، چرا او این کار را میکند؟ از من چی میخواهد؟ اپا چه خیلی که من میدونم اکای عمر بیهوده گپ نمیزند. او آدم درست است، به او باور کن. سرور پسرم چیکار میکنی؟ برای چه چیزهایی شیل رو میپرتی پسرم؟ ایستو نکن پسرم، نکن. همه چیزها رو شکستی. خدایا این چیکاری کرده؟ مهم نیست، من جمع میکنم. کودک است. یشیل مادر جان مرا جیغ میزن. من میبینم.
کلین را دیدی کلین را نگاه کن برای من شیرینی پخته است چه خیلی که میگوین کلین گل است همه گپایش درست است خوشدامن مار است همه گپایش دروغ است خورشید شوخی کردم صدیقه شوخی یا رسول الله من شما را خیلی دوست می‌دارم شما هم همه ما رو دوست می‌دارید میدونم برای همین من همه آدمان رو دوست می‌دارم مادرم رو پدرم رو اکم رو بیبیم رو تقایم رو اکای عمرم رو خیلی دوست می‌دارم چه خیلی که شما فرمودید من گلها رو درختها رو جاندارها رو و همه خشتبارم رو دوست می‌دارم دل مرا همه وقت با مهرت پر کن خدا جان از همه آدم دوست داشته تو پیغمبرمون است کسی را که حضرت پیغمبرمون دوست می‌دارند این دستیاری رو به ما هم نصیب گردون خدا جان التماس خدا جان همه را با هم دوست بگردون پدرم رو مادرم رو اولیلم رو همه محله رو با هم دوست بگردون میدونید یا رسول الله معلمه همون چی گفتند که هفته مولود شما به همه آدمان خرسندی می‌آورد برای همین برای خرسند کردنی همه خیش و تبارم من برای آنها تحفه تیار کردم پلایم قوی دلم پل جونم چی خل شد؟ آقای گل چی خل شد؟ صدقام پلهایم کنی چی شد؟ پلهایم کنی پلهایم را که گرفت من گرفتم تو گرفتی؟ ها من گرفتم پلهایم را ده مایلش میدیم همه رو آوازه نکن مگر پولهایت میگریزن بیشترگم نزنم پولهایم را ده ثروت پسرم پول رو در خونه موندم بیار پسرم در کیسه مونده بودم کو آنها رو گرفته بیار به این جانوری پول دستور دهیم کنه زود پسرم آفرین کنه شد حاضر می‌آورد پولهایت را ثروت پولها را ده به مانند بابایت پول دزدار نشو پسرم کنی پسرم بیار ده پولهایش را گیر پول جانهایم گیر پولهایت را گیر پول جانهایم شما رو به جایتان بگذارم شیری نکنم بیا اینجا بیا پسرم اینجا شین پسرم دیدی پسرم بابایت چخیل زود تو رو با پولی وز کرد پسرم بابایت رو گوش نکن التماس پسرم ثروت پسرم ایستو بشین آمدم جانم
سرما حیوانی لعنتی میپوشه این لباس را پوش گفتم با تو هیمو میپوشی سرده هورا پوش گفتم اون نراست پوش گفتم اون نراست لعنتی عمر مرا نجاده مرا از دست نجاده عمر مرا نجاده نراست با اون نزدیک نشم صبح خیر. خوب هستی دکای مار؟ شما را در یک خانه ویرانه بهوش پیدا کردیم. گرفته به خانه آوردیم. سلامت باشید. خوبم. تنها سرم کمی درد میکند. یک لحظه سالهای دانشجوییم رو به یاد آوردم. چقدر روزهای خوب بودند. آن روزها را زود زود به یاد میارم. راستی نمیدونستم که در این جایگاه خانه دانشجویان است. ما اینجا اجاره نشینیم و نه به اینجا کوچیدیم. برای یافتن این خانه امک قربان به ما کمک کردند. بچه‌ها کارهای آشخانه تمام شد. اکنون باقی مانده‌اش در دست شماست. آقای دکتر بیدار شده است. خوش آمدی آقای دکتر. خوش باشید امک قربان. مرحمت دکای مار گذشته شنید. بذارید بچه‌ها. آن روزها را یاد کردم. وقتی که در دانشگاه میخوندم خودم را در این خیلخانه ها خوشبخت میحسابیدم. یک لحظه گذشته را به یاد آوردم. چه لازم گذشته را به یاد آوردن؟ انسان حیاتش را در زندگی میبیند. گذشته به مانند ریشه درخت است. بگذار در تگ خاک ماند و به تو آب جان دهد. لیکن شاخه ای که در آینده سبزیدن نمیخواهد ریشه به او چی داده میتواند؟ گوش کن. نه ریشه را فراموش کن و نه هدفت را. فراموش نکنی فراموش نمیشوی. فهمیدی؟ خدا از شما روزی باشد. برای من یک دیگرگونی شد. خدایا اینجا رو دیدم، شما رو دیدم، همه چیز را فراموش کردم. به سرم کی زده بود؟ حجت ها در کجاست؟ چه خیلی حجت که؟ در دستم بسته حجت ها بود. در نزدتون هیچ چیز ندیدیم؟ برای رو گرفتم به سرم زدند. این باز تیمور نباشد. شین آقای دکتر سراسه من نشو. در این وقت به کجا می روی؟ حجت ها آنها را باید یابد. اگر انسان به چاه خودش افتد آن بسته همراهش می افتد. اگر به چاه تیره دهند آنگاه بسته در دست داشتش گم می شود. تو فکری یافتن این بسته را نیو چه طور به آن چاه افتیدنت را فکر کن. فکر کن که چرا به سرت زدند و آن حجت ها را بردند. بینید بچه ها امروز مهمانی عالی قدر دارید. دستورخوان را خیلی خوب آرا دهید. تو بشی دمیر اما که قربان گفتن که به مهمون دسترخوان رو دهید لیکن پول نداریم چیکار کنیم؟ من تنها همین قدر دارم. تو چی؟ همین قدر پول دارم. مایلش چقدر که نباشد با همین پول رفته یکون چیز خریده میویم. رفتیم دمیر. کیست؟ منم. ثروت پسرم؟ چل اومدی؟ نصف شب تنها اومدی؟ ثروت دخترم صبر کن او را جنگ نکن.
سالهای دانشجوییم. عمم همراه هم رفته در همسایگی زندگی میکردم. بعضا من با دوستانم گوشتین میگرفتم. عمم را بیا چی داد و وای گفته زده میدر آمدند. بعد میپرسیدند که بچه ها یگان کمبودی دارید، گرسنه نیستید. با ما مثل کودک مناسبت میکردند. амаки қурбон аз ҷое ки оғои умарро пайдо кардем рафта дидем ягон чиз наёфтем. کسی که به سرم زده است سیر این حجت ها را میداند. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. шудакнун ман аз ин кор даст мекашам. ман барои маъюбро парасторӣ кардан шартнома набастам. дилам беҳузур мешавад. наметавонам. шудакнун дигар тоқат надорам. наметавонам. من دیوانه نیستم. من دیگر شوهر ندارم. هیچ کس با من باور نمیکنه. لیکن این کار را به آخر میرسونم. بچه ها را خلاص میکنم. شیطان شیطان هستی. تو شیطان هستی. باید بمیری. جمیله ایستو. شما گفتم بودم این زن دیوانه است. دیوانه. شما با باور میکنید. دیوانه است. گذاشتم باش. بچه ها امروز روزی آخران است. باید پولی برق رو سپاریم. شما پول دارید؟ ما داشتیم. برای سپونه خرج کردیم. دیگر نداریم. خدایا از یگونجا پول یافتم لازم. اگر برق رو قطع کنن در سیر کردن نمیتوانیم. باز به نزدیکی امتحان. باز بحران است. وضعیت اویلمون هم خوب نیست. این خیلی میشود جوره ها. حتما یک کاری افتانمون لازم. باید خودمون پول کار کنیم. پدر و مادرمون هم امکانیت کمک کردن رو ندارن. صبح خیر اکا. مرحمت صبحانه تیار. صبحی همتون بخیر. اما که قربان در کجاست؟ یک کاری ضرورشون بود رفتند. اکا هفته مولود به این قدر پول صرف کردن نمیارزد. این قدر خوراک تقسیم میکنید در این وقت و زمان. چقدر خیر میکنید و ما محتاج خیر هستیم. باز در این وقت و زمان آدمان را به کار گرفتن هم به مانند خیر کردن از یعنی تنها ما خیر میکنیم. مانند دیگران هم خیر کنند. باشیم در این موضوع گپ نزن. این عادت پدرمان بود. در این دنیا همه چیز رو با پول مقایسه کردن خوب نیست. مهرت رو اینقدر با پول و مال نبند. چرا عادت خوبی پدرمان رو اینقدر زود فراموش کردی؟ در هفته مولود حضرت پیغمبرمان کس باید دسترخوان کشاید، خیر کند، غم پول رو نخور و کار رو اجرا کن. آدمان می آیند، با خانه برکت می آید. این دنیای دو روزه. با اون دنیا رویم با خود چی ببریم؟ شکر به دهانت حمزه پهلوان. بنا آمد و به زبانت صدقه سخنهای گفتت شوم پهلوان. پول را حالا دهید اکنون. چه خیل باز پول؟ هاشم پول این است. شرک دست است. آن را دهید که دستتان تازه شود. پول در درونی کوزه مثل سیرکا است. آقای هاشم با دستت ده که دردش گذرد. آقا شما چی کار میکنید؟ مگر این قدر پول دادن ممکن؟ قربان هیچ وقت پول نمیپرسد. اگر پرسد برای یگون کاری خیر میپرسد. تا امروز یگون بار پول پرسیدنش رو دیدی؟ چرا در وقت پول دادن میلرزی؟ مرد شو آخر هاشم. برای کاری خیر عزیزم در هفته روزی مولود پیغمبر به بچه ها کتاب تقسیم کردم. امتحان میگیرم. آنها میآموزند اما توفه دادن میماند. توفه بچه ها را هوسمند میکنند. پدرت این کارها را خیلی دوست میداشت. میخواستم که این عرف و عادت به آخر نرسد. برای او همه کار رو میکنم.
خدا راضی باشد قربان. تو البته با بچه ها به خانه مادر و میلش؟ میلش؟ توفه ها را شما به دست خود میدهید. باشی تو هم یک بار خیر کن. گوش کنه دکه من پول ندارم، کیسه هایم خالی. از کجا پول؟ نیست گویی؟ نیست شده میرود. مرحمت اکا شینید. ببخشید اکا، درس داشتیم. دسترخوان رو خوب آرا داده نتوانستیم. خورید اکا عمر. شما برای چی آهسته میخورید؟ ما سیر هستیم اکا. در وقت امتحان اکا خوراک زیاد نمیخورند. شما دکتر هستید، اینو باید نقض دانید. چی شد اکا؟ دانشجویم رو به یاد آوردم. مثل شما بودم. این احوال رو بسیار دیدم. اگر یگان مهمان می آمد عیناً همین خیل گپا رو میگفتیم. حالا متاسفانه کسی به این باور نمیکند. راست که مال. وقتش آمد. جوابی عذاب‌های کشیدم را میدهم، قصدم را میگیرم. اکا میروید؟ اکنون باید روم. همان وقت شما رو انتظاریم. انشالله. شما رو دیدم. گذشته رو به یاد آوردم. خوب بود. خدا حافظ. خدا حافظ اکا. باز بیاید اکا عمر. خدا حافظ. باز بیاید. مهمانداری خوب نکردیم. بله. انشالله عیب نشده است. انشالله. التماس این پول را قبول کنید. با کمک شما سالهای دانشجوییم را به یاد آوردم. با شما باز وا میخوریم. این پول را صرف کنید. مصرفهایتان را فراموش کنید. دانید که این مسئله حل شد. تا بازدید برادران. اپای جمیله سرما رو خلاص کن. آرام شوید اپای جمیله، آرام شوید. آرام شوید. شدارم خلاص کن. ثروت، خواهرت رو انتظار نمیشوی. خوراک پولیت رو نمیگیری. مادر جان شما باز به من کمی پول نمیدید؟ اینقدر پول رو چیکار میکنی؟ خیلی ضرور است. تحفه میخرم. با کی؟ نمیگویم مادر جان. وقتی میلش دخترم حاضر. نگیر. تشکر مادر جان. رفتیم نرگیس. رفتیم جانکم. باز دیر نمونیم. رفتیم. آمدم دخترکم. سرما یک لحظه ایست. چیزی میخوای عمر؟ بله، درباره تیمور. باز تیمور. باز میگویی که قاتل است؟ دیشب کسی به سرم زد. یک حجتی که درباره تیمور بود و به تو نشان دادنی بودم گرفت. من ببخش، من نمیدونستم. حالت خوب است؟ نه خوبه. تنها سرم کمی درد میکند از ضربه. بیا تو رو من خوبم. عمر خودت رو احتیاط کن. وای همش میگذرد. من فکر میکنم که به سرم تیمور زده است. التماس عمر بس کن. تیمور از تو چی میخواهد؟ چرا باید به سری تو زند؟ شاید برای من باشد. خدا حافظ عمر. آقای عمر، به نظرتان یک زن اومد. او رو به اتاقتون در بردم. تشکر.
سلام استاد. سلام. چی میخوانید؟ کتاب. محلاتون رو خیلی دوست داشتم. آدمانش رو هم. چند سال در شهر معلمی کرده بودم. لیکن هوای مکتب محله دیگر بوده است. خوب. ببخشید باید کتاب خوانم. ببخشید. سلام. سلام. با آشخانه مکتب نمیروید؟ من میروم. رفتم رویا. شما چی؟ نه من کتاب میخوانم. مالش رفتم آقای امره. هوای محله معقولش بوده است. پولم رو گرفتم بخواستی ها دوست؟ دوست نگوی ها؟ گیرو من دوست نیستم فهمیدی؟ من دوست نیستم نمیکشم سرد مرا سرد نمیکشم نمیکشم من دوست نیستم فهمیدی؟ تو رو نمیکشم بچه ها شما چکار میکنید؟ بس آقای امره چی شده است؟ خدایا توبه. شنید مرحمت. آقای عمر شمایید؟ بله. خوش شما رو چی ناراحت میکند؟ نه من ناراحت نیستم. وای مرا سنم روان کرد. با سنم در حبس یک جا بودیم. امروز از حبس برآمدم. زود به نزد شما اومدم. بله سنم در بارتان گفته بود. او در کجاست؟ نرگس چی می‌نویسی؟ با من نشانه میدی؟ تلفن تیار میکنم. او رو میکشم. قصد شوهرم رو از این لعنتی میگیرم. او کجاست؟ در کجاست؟ التماس خانم آرام شوید. فراموش نکنید من هم مانند شما این معما رو حل کردن میخواهم، لیکن به این خیلی زوری و سراسیمگی نمیشود. شما ما رو فهمیدید؟ شوهرم رو او کشت. خانم التماس. با سنم با اویله ما علاقمند است گفته بودید. بله آوردم. انا این شهادت نامه فوت است؟ بله حجت مرگ مادر تیمور. این نام رو خوند آقای دکتر. نسب زن عدلی فاطمه عدلی. فاطمه عدلی؟ ثروت برای چی از مکتب بر وقت آمدی پسرم؟ ثروت چی شد با تو پسرم؟ در رو کشا میگویم در رو کشا. مرا راحت گذارید ثروت پسرم خوب هستی؟
از من چرا پنهان میکنی دمک؟ این فاطمه عدلی کی است؟ وای ما یگان چی نمیدونیم. فراموش کن. این موضوع رو نکشو. تو چی منوشی گپ زن؟ امک حمزه شما چرا پنهان میکنید؟ امک هاشم من این خیلی کارها رو نمیدونم جان. عمر پسرم کاری کنه رو بود نکن. هاشم ما باید با استخانه میرفتیم. راست میگوید. خاندار به خانهش، خاندار به خانهش، دیهاتی به دیهش. رفتیم. حمزه چه شد؟ برای چی با اینجا اومدی؟ به بزرگ بر اومدم، پولم نرسید حمزه. عمر در این باره بسیار فکر نکن. گیر. عمر پسرم درباره چی گپ میزدید؟ ینگه حلیمه شما میدونید فاطمه عدلی کی است؟ فاطمه عدلی؟ تا از کجا فهمیدی؟ حلیمه از پای کارت شد. من هیچ چیز رو نمیدونم پسرم، نمیدونم. رفتیم. سلام بابا جان. آرام باشید، شما را فراموش نکردم. به هدف آهسته آهسته نزدیک می شوم. بسیارش را گذشتم. قصاص من را می گیرم. قصاص شما را، قصاص مادرم را. در این وقتی بحران شما را از کار پیش نکردم. شما باشید کار نمی کنید. آخیر آقای هاشم چیکار کنه؟ کار کم است. خدایا این چه است؟ چرا این چیز در اینجا خواب است؟ و شما پول نیست. دم شوید. فاطمه عدلی، فاطمه بیچاره، پدری بیچاره. پدری بیچاره هم؟ بله، فاطمه و پدرت یکدیگر رو خیلی دوست می داشتن. پدرت پیش از مادرت با فاطمه خانه‌دار بود پسرم. برای چی من این رو نمیدونم؟ برای چی پدرم با من نگفتن؟ مادامی که فهمیدن میخواهی صبر کرده گوش کن. ببخشید امک. پدر فاطمه با بابای واحدت برای یک کار قصد داشت. یعنی دشمن عائله ما شد. لیکن کاری دل است. پدرت با فاطمه عاشق می شود، فاطمه هم با او عاشق می شود. با امر خدا و قول پیغمبر پدرم با خواستگاری رفتند. ما هم امید داشتیم که با این دشمنی به آخر می رسد، لیکن آنها رد کردند. پدرت از ناچاری فاطمه را گریزاند و با او خانه‌دار شد. علی اکا ما با فاطمه نکاح کردیم. مرحمت دارید. پدرم یعنی بابایت با آنها معامله خوب کرد. با آنها یک خانه داد. آنها کوچیدند. هفته اول خیلی خوب بود. همه چی را فراموش کرده بودند. لیکن یک شب
چی شد فاطمه؟ چرا میخندی؟ هیچ. گفزن چی شد؟ به نزدیکی یک مهمونی خوردکه که زیبا می آید 3 نفر می شویم. فاطمه یعنی تو؟ بله کودکدار می شویم خدا خواهد. چی گفتی؟ یعنی من پدر می شوم؟ پدر؟ بله. کجا اینها؟ انا شما رو پیدا کردم. گمان کردید از من میگریزید. تو در این عائله عروس شدن نمیتوانی. رفتیم از اینجا. علی شام نرمد. استیراد شما چکار میکنید؟ ما با فاطمه رسما خانه‌دار هستیم. ما یکدیگر رو دوست می‌داریم و خیلی خوشبخت هستیم. دیگر نامی او را نگیر. او حالا که مرده است. نزنید او را. نزنید علی. راکا. زنید او را نزنید. راکا مردو میگویم. علی. راکا. نزنید او را. زبطر. علی. راکا. وقتی که ما با خانه آمدیم پدرت در خانه بیهوش خواب بود. او را زود با بیمارخانه بردیم. با فاطمه چی شد؟ بیچاره فاطمه دیگر بار نگشت. علی خیلی انتظار شد، خیلی کوشش کرد فاطمه رو ندارند. بعد او با بیماری وزنی گرفتار شد. مرد؟ مرد. خدا رحمت کند. خیلی زنی خوب بود. پدرت خیلی وقت رو فراموش کردن نتوانست. همه وقت فاطمه میگفت. پس اون با مادرت خانه دار شد. تو تولد شدی. پس فایق یلمز کیست؟ ها، فایق یلمز ادوکات. فاطمه مرد لیکن پدرت کودک رو فکر میکرد. فایق یلمز همچون ادوکات میخواست زنده یا مرده بودن کودک رو فهمد. کودک رو؟ بله، برادر تو را. وقتی که پدرش فاطمه را برد و حامله دار بود. چی شد؟ کودک زنده است؟ فایق یلمز وقتی که این را فهمید از طرف زنش کشته شد. حجت‌های جای کارش را گفتیم. این حجتی در دست تو بوده رو پیدا کردیم. یعنی پسرم برادر تو مرده است. همراه مادرش مرده است. آرام بخوابید بابا. هیچ کس نمیداند که من زنده برای همین همه کارا میکنم. اگر کسی فهمد او را نزد شما میفرستم. مرحمت آقای تیمور بروید. خوش باش. شما را برای اینها دیدن خواستم. نگاه کنید. حیران شدید همینطور نه؟ در این رسم پدرتان چند سال باز شما را میکوبد. من این را میدانم آقای ادوکات. میدونید؟ بله میدانم. من پدر ندارم. او دشمن است. او مادرم را نزد. مادرم را در وقت حامله بودنش پرداخته رفته است. مادرم مرد. مادرم عصبی او بود. خطا میکنید. پدرتان حتی زنده بودن شما رو نمیداند. از من خواهش کرد که درباره‌تان معلومات پیدا کنم. اما اکنون میتوانم با اجازت شما این خبر خوش را به او رسانم. نه آقای ادوکات. نمی‌رسانید. من خواستم به آیلش قصصم را نگیرم. هیچ کس نباید فهمد. بعد خودم دست با آنها میگویم. ولی خودم میگویم. فرمان نکنید. آرام باشید. آقای ادوکات.
علاج دیگر نداشتم بابا. چاره یگانه همین بود. به هدف نزدیک شدم بابا. به زودی عدلی ها را نه پولشان میماند و نه ناموسشان. به زودی همش تمام می شود. بعد به آنها میگویم که من کی هستم. من پسر فاطمه عدلی هستم. برای آن آمدم که قصاص مادرم و بابایم را بگیرم. من همینطور. فایق یلماز با تیمور چه علاقه دارد؟ عکسی تیمور در دست زنی فایق یلماز چی کار میکند؟ نمیدانم عمر، این رو نمیدانم. بسیار فکر نکن. امروز در خانه بابای واحدت جمع میشویم. تو هم بیا. اما که قربانت برای هفته مولود حضرت پیغمبر جمع آمدی کلان میکند. از کودکان امتحان میگیرد. ما هم برنامه‌اش رو انتظاریم. خیز میرویم. با کجا؟ از معلمات بخشش نمیپرسی؟ نه نمیخوام. تو کارهای کردت رو بین ثروت در هفته مولود پیغمبرمون آدمون کارهای نیک میکنن. تو باشی. اپا شد. ثروت با عقل است. خطای کردش رو فهمیده است. مادرت حق است ثروت. تو باید بخشش پرسی. من هم با شما میروم اپا. رفتیم. خانم همشیره، یک زن بود، با کجا رفتنش را ندیدید؟ زیرکک با بیرون برمدند. با کجا رفته باشد خدایا؟ آقای تیمور، با شما گپ زدن میخواهم. مرحمت. شما را گوش میکنم. بفرمایید آقای عمر، گوشم به شما. تشکر به شما. یکون چیزی خطرناک نیست؟ من خوبم رویا، خوبم. تنها چشمم رو خراشیده است. استاد امره انا همین کس. سلام استاد. سلام. 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 خسته نباشید. تشکر. من مادر ثروت هستم. ببخشید. مادر جان برای میز گل نمیگذاریم. گل چی لازم دخترم؟ به گل هم میشود. دلم میخواهد. با گل روزی مولود زیباتر میشود مادر جان. من رفته گل میارم. رابعه صدیقه برای چی ناومد؟ فکرت بیمار شده است. او را دیده بد می آید. گفته بود که دیرتر می آیم. آه فکرت آه. من هم یک دو چیز تیار کردم حلیمه. کسی که احتیاج دارد به آنها تحفه تیار کردم. وقت شود با تو آنها را تقسیم میکنیم. شیرینی هم پختم. این کاری ثواب می شود. خب بلش رابعه تقسیم باشد تقسیم میکنیم. اوه تحفه تو چی است؟ تو چی تیار کردی؟ حاضر گفتم نمیتوانم با تق نگیرید. شیرینک من. بیایید بچه بیایید. دیدید من در گپم ایستادم. هم سوال ها رو هم تحفه ها رو تیار کردم. کنی بینیم شما وعده داده‌تون رو اجرا کردید. کنی میبینیم هم سوال هم تحفه بسیار است. شما راضی؟ بیایید. سلام علیکم. علیکم سلام آقای قربان. خوش آمدید. خوش آمدید. بذارید.
خسته نباشید. تشکر. ببخشید نرو معلم، ببخشید. نمیبخشم، هیچگاه نمیبخشم. دو شرط دارم. اگر قبول کنی آشتی میشویم. یکو با بچه که جنگ کردی رفته از او بخشش میپرسید، چون که عیب از تو سر زد. میپرسم معلم. دویم میخندی. من چی خیلی طلبه ذکر رو ببخشم. خنده حیات رو زیباتر میکند. خوش تبسم میکنی یا نه؟ گوش کن، این هفته مولود پیغمبر است. همه باید تبسم کنن، خطاهای همدیگر رو ببخشن. نمیتونی؟ تشکر زیاد معلم. چشمتون بی خطر است. قلم تنها بالایش رو خروشیده است، میگذرد. وای، در خانه ما روزی مولود پیغمبر رو قید میکند. شما هم بیایید استاد. میرویم آقای امری؟ با یک شرط میروم. چی شرط؟ بیرون از مکتب مرا اکنون اکا میگویی. فراموش نکن که من از تو کلانم. من راضی اکا. البته بیایید، حتما بیایید. در مسابقه همه که قربان اعضای اکمال میشوید، شما رو انتظار میشوید. مایلش. این خیلی باشد شما هم بیایید. رفتیم. بیا سروت. آماده هستید بچه ها؟ سوال اول. یک روز حضرت پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم دو نبره شیرینشان حسن و حسین را به پشتشان برداشته دوستداری میکنند. با آنها مثل کودک بازی میکنند. یک آدم این را دیده حیران میشود. من 10 کودک دارم، لیکن این خیل با آنها بازی نکردم. بگویید که پیغمبرمان چی جواب میگویند؟ خدا از دل تو مرحمت را گرفته باشد، من چیکار کنم؟ شما در روی زمین بوده ها را مرحمت کند که در آسمان بوده ها شما را مرحمت کنند. باز چی؟ کسی که خوبی نکند با او خوبی نمیکند، یعنی خوبی نمیبیند. آفرین بچه، آفرین. شیر و شکر به دهانت. بله محترم حکمان، بهای این بچه را دهید. بهای از همه بلند را دهید. تو از این طرف بزن. نوبتی کریم. کنی بگوی کریم جان، پیغمبرمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در یک حدیثشان خیلی خوب گفته بودند که در ایمانداری از همه مؤمنی خوب آن است که یکم آداب و اخلاق خوب دارد. دویم کنی دیل مشروع بگوی چی از جانی آمد؟ شما این حدیث را گفته بودید اما که قربان. خیلی خوب، دوامش رو گپ زن. از همه آدم خوب همانه که با زنها خوب رفتار میکنن. قربانت شوم. دیدید چه خیلی خوب فرمودن. شنیدید ای اهالی؟ کی خوب بوده است؟ کسی که به زن معامله خوب میکند. کنی به او بهای خود را گذارد حکمان؟ کی بهای خوب میگذارد؟ چند میماند؟ آفرین، خیلی نقص تیاری کنی زود بهای او را گذارد. خانه عدلی ها در کجا؟ خانه حمزه عدلی، عمر عدلی در کجا؟ انا همون حولی. تشکر. یک روز حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آدمان گرد و اطرافش را جمع کرده میگوید کسی که پدر و مادرش را حرمت نمی کند گناهی عظیم می کند. بعد از آن آدمان میگویند که یا رسول الله، نخواد آدم به پدر و مادرش ناحرمتی کند، آنها را عذاب دهد. دوام این حدیث را کی میگوید؟ آن را هم از یاد کردیم اما که قربانت شوم. دوامش را گپ زن. یک نفر خسته پدری نفر دیگر را جنگ میکند. وی هم خسته پدری او را جنگ میکند. یک کس خسته مادری نفر دیگر را جنگ میکند. دیگری باشد مادری او را جنگ میکند.
اگر کسی به پدر و مادرت این خیل کند معلوم میشود که تو هم به پدر و مادر دیگر کس هم این خیل کرده ای. آفرین آفرین دخترم. شنیدید پدر و مادرها؟ پیغمبرمون چه فرمودن؟ فرزندان باید خوب باشن که پدر و مادر اذیت نبینن. آفرین به تو دخترم. حکمان چرا فکر میکنید؟ دیدید جواب درست داد. بهای خود را گذارید. آفرین به تو آفرین. و نظیرت خانه دارم. آفرین به تو. تشکرم اکی قربان. محترم اردوی حکمان، در اینجا مسابقه به آخر رسید. اکنون بها را جمع کنید و این 3 نفر جای اول را گرفته چیکار کنیم؟ توفه‌های تیار کرده عائله عدلیگاه را میسپاریم. لیکن یک مشکلی است. این 3 نفر سوالها را دانستن. مسابقه تمام شد. چیکار میکنیم اکنون؟ بگوی چیکار کنیم؟ نه مسابقه حالا تمام نشده است. من هم کتاب خواندم. از کتاب به شما تحفه ها تیار کردم. کسی که تحفه ها را خوب خواند به او جای اول را میدهیم. و دیگران باشه جای دویم و سوم را. نگاه کنید بچه های این زمان را، عقلشون چقدر کار میکنن. من به این پیشنهاد راضیم. نرگس باغ جنت، چقدر توفه های زیبا داری. گوش کن چی میگویم. این توفه را چقدر تقسیم کنیم؟ تو به نزد همه را، همه با خودش افتاگی گیرد. چیزی که به دستش افتید همان را میبیند و هم میخواند. راضی هستی؟ این خیلی همه در مسابقه اشتراک میکنند. همه خوب شده سمکی قربان. آفرین آفرین کنیم. تقسیم کنیم. تشکر دختر. اشل 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 در کجایی؟ این قدر اشل نگو بیزار کردی. اوف اوف اشل کجا باشد نمیدونم. اشل دمت را گیر نمیایم. بوی گرفتم مول. بس اکنون شد. دیگر نمیخوام. با همش لعنت لعنت لعنت. وای این خسور خسیسی مرا بینیده. وای درونی این بوی گل میکنم. نبیره زیبایی من در درونش برگی گل مونده است. پیغمبرمان میگوید که از همه صدقه خوب این تبسم است. از همه پهلوان زور آن می باشد که رقیبش رو نه و قهرش رو مغلوب کرده میتواند. مرده را تا قبر 3 چیز گسل میکند. 2 تاش بار میگردد، 1 تاش با او میماند. یعنی اهل عائلش و مال و ملکش بر میگردد و فقط کارهای کردش با او میماند. در کجای نباشی از خدا ترس و او را دوست دار. بعد گناه زود توبه کن و خوبی کن که او خرسند شود و آدمان معامله خوب نمو. مسلمان حقیقی همان است که نیکی میکند و به کسی ضررش نمیرسد. عاقبتش اگر مرگ باشد هم از راه حقیقت برنگرد. رها یافتن تنها در حقیقت است. از من یک دعای حدیث. خدایا من از تو هدایت، عدالت و خوبی و دلپوری میخواهم. آمین. حق از روی نیت و عمل داده می شود. نیت هر کس چیزی که باشد به دستش می آید. با 2 نفر در دنیا ضرر نیست. نفری که ثروتش را در راه خدا صرف می کند و نفری که علمی که از طرف خدا لطف کرده شده است با دیگران می آموزاند. خوبی کردن نشانه اخلاقی خوب است. کسی که در دلش کینه را نگاه داشته از درد و غم دیگران خود را دور گرفت گناه میگیرد.
یک نفر به نزد حضرت پیغمبر اومده میپرسند از همه زیاد با کی وقت گذراندن لازم؟ حضرت پیغمبر جواب میدهند با مادرت. بعد از مادرت که پرسید اون شخص باز مادرت. بعد از مادر که تکرارا پرسید اون آدم باز مادرت. وقتی که سوال را 4 بار تکرار میکند حضرت پیغمبر جواب میدهند با پدرت. به من هم نمیدهی نرگس؟ آخر من هم اعضای این عائله ام. لفافه من کجاست؟ آن در دستی من است تیمور.